بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درس خضرة أزمتني سي أصلي أزاني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى دوام میدیم. آخران آنجا که ما همراه شما گرفتیم این دلیل رجا، یعنی دلیل امید بود. و شیخ الاسلام نیز دوام میدهد برای ذکر کردن دلیل بعضی انواع اینکه عبادت ها را. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني ودليل التوكل سخني او تعالى، يعني التوكل هم از عبادت بودنش دلیل شده ایستاده است. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني وبر الله توكل کنید اگر مؤمن باشید. فهموا؟ ها سوره مائده آیه 33. و قوله و نیز سخن او تعالی است و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر کی به الله توکل کند الله او را بسنده است. یعنی واقعا اگر کسی به الله توکل کند الله برای او کفایت میکند، حاجت به یگان کسی دیگر نیست. سوره طلاق آیه 3. و دلیل الرغبت و الرهبت و الخشوع قوله تعالی، و دلیل رغبت و رهبت و خشوع سخن او تعالی است. رغبت یک کارنده هوسمند شدن، رهبت یک کار هراسیدن، ترسیدن به مانند خودی ترس، و خشوع یعنی خاکساری کردن. سخن الله تعالی میفرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. یعنی به درستی آنها، این اشاره به پیغمبران است، فهمیدید؟ یعنی پیغمبرها در کارهای نیک شتاب میکردند. با وجود پیغمبرها را الله سبحانه و تعالی به جنت بشارت داده است که به جنت به داخل میشوند. دیدید اینها در کارهای نیک شتاب میکردند. شما چی میگید که بعد غیر پیغمبر دیگه کسا باید که به طریق اولا هر یک کار نیک شنیدن در اساس قرآن و حدیث باید که از دیگران دیده تیزتر و تیزتر شکاف، یعنی که دوان روند. و به هوس و هراس ما را دعا می کردن. نگاه کنید، و به هوس و به رغبت و به تلاش و هراس ترسیده ما را دعا می کردن پیغمبرها، و به خاطر ما خشوع می کردن، خاکساری می کردن. فهمیدید؟ خاکساری می کردن در وقت دعا کردن. چنین صفات ها داشتن، یعنی در بین خوف و رجا، در بین ترس و هراس هم بودن، خاکساری میکنن. زیرا که یکی از نشانه های قبول دعا انسان باید که در پیش الله خودش خاکسار گرداند، یعنی فروتن باشد. نعم، فهمه؟ بنابراین کسی مثلا میگویند که علما گفتند که کسی الله را فقط به ترس عبادت کند، فقط به ترس الله را عبادت کند، و خوارج است. فهمیدید؟ و خوارج است. و کسی الله را فقط به امید، کسی الله را فقط به امید عبادت کند، و چی است؟ و مرجعی هست. فهمیدید؟ و کسی الله را فقط به محبت عبادت کند، و کسی یعنی که الله را فقط به محبت عبادت کند. چخیلی که بعضی صوفی ها فقط ما الله را دوست می داریم، پروانه داریم، یعنی که و ما را به جنت می‌دارد، پروانه در ما را به دوزخ می‌دارد. این خطای بزرگ است. برای من در عبادت باید که خوف باشد
چی باشد؟ ترس باشد و محبت. هر سه این یک جای شدن. کسی که الله را به خوف و به رجا و به محبت عبادت کند وی چی است؟ وی اهل سنت و جماعت. چنین کسی اهل سنت و جماعت میگویم برادران. فهمیدن؟ صوفی ها هستند که هیچ کار میکنن فقط به محبت عبادت میگوید که من کاردار نیستم، الله من جنت میپرداد و دوزخ میبرم، من کار نه. انسان باید که در بین خوف و رجا باشد. همین قدر کفایت میکنه. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.